السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشتهتان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که نگاه های گرم شما و برنامه ما نگران است. ما ایجادکاران برنامه در آغاز سال 2019 به اداره روزنامه آواز تاجیک تشریف آوردیم. خواستیم شما را با وضعیت امروزی روزنامه و نقشه های روزنامه نگاران در این سال نو آشنا سازیم. ما را همراه باشید. هر یک خلق و ملت را سرچشمه معنوی می باید، زیرا به اغذای معنوی عقلها خیره می کردند و خیرگی عقل ملت را سوی زوال می برد. منبع اساسی معنوی البته کتاب است، اما جریان امروزی زندگی را به واسطه های اخبار عاموی نیست تصور کردن غیر امکان می باشد. شرایط کنونی تقاضا دارد که انسان هم قدم زمان گردد، از عالم و حوادث آن دائما خبردار باشد. گذشته از این سالهای آخر در مملکتمان دیگرگونی های عظیم رخ می دهند که از آنها بیخبر ماندن غایت غافلی است. ما تاجیکان ازبکستانی شکرگزاریم که در جمهوریمان روزنامه های تاجیکی نشر می شوند. یکی از آنها که حال حاضر یگانه روزنامه عمومی جمهوری است و با واسطه کوشش استاد صدرالدین عینی و همصفان او هنوز از سال 1924 تشکیل یافته بود، آواز تاجیک است. حالا من در اول یک مژدگانی دادم میخواهم که ما به قریبی 14500 شماره آواز تاجیک چاپ کردیم و در این مدت کمتر از 95 سال فعالیت روزنامه که از سال 1924 این طرف چاپ می شود، این بسیار یک تاریخ بزرگ است. ما میدونیم که در تاریخ چگونه ژورنال و گازیته و دیگر نشریه ها بسیار مدت های کوتاه چاپ شدند و اما بسیار خوشبختانه و به بخت همه همزبان های ما، هم ملت های ما در ازبکستان، این روزنامه طی 95 سال است که وجود دارد. برای همین من فکر میکنم که این یک مره است که در این 95 سال آواز تاجیک به این نوعیل گشته است و من به این مناسبت تمام هواداران خوانندگان آواز تاجیک تبریک میگم که هر یکتشان این روزنامه را به دست گرفته تا امروز بسیار از آنها صادقترین خواننده های آواز تاجیک باقی ماندند. دیگر اینکه در این 95 سال فعالیت خود آواز تاجیک همیشه به شعار خود صادق مانده است. در این طول 10 ساله ها روزنامه همیشه هدایتگر و منادی دوستی و برادری مملکت ها و ملت ها را شعار اساسی خود انتخاب کرده است. برای همین بیهوده ما از شیخ سعدی شعاری که استاد شیخ سعدی گفته است بیهوده نگرفتیم، بنی آدم اعضای یکدیگرند. یعنی از بس که شعار آواز تاجیک همین است، ما همیشه همین شعار را رعایت کردیم و همیشه دوستی و صداقت به وطن، صداقت به ملت، صداقت به مدنیت، صداقت به دیار خود همیشه شعار اساسی و مندرجه اساسی آواز تاجیک را تشکیل کرده آمده است. برای همین امروز ما خوشبختانه بسیار با موفقیت سال 2018 را جمع بست کردیم و سال 2018 مثل حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مملکت در حیات روزنامه هم بسیار سال خاطرمان بود و این سال بود که روزنامه هم قدم بود با تمام ساحه های حیات مملکت و هر چیزی که جمعیت، خواننده های عادی روزنامه و مملکت از سرگذراند، این هم سرگذشت و تاریخ گازیته ما بود. این روزنامه راهی پرشرف را پسی سر نموده برای تشکل یافتن صنف ضیایی تاجیک، ژورنالیستیکی تاجیک در ازبکستان سهمی ارزنده دارد. آواز تاجیک برای هر یک تاجیک ازبکستانی باید مایه افتخار باشد، زیرا این روزنامه سرچشمه معنویت و معرفت تاجیک زبانان جمهوری ماست. عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد. خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. شکرانه آن میگویم که در یک دولت صاحب استقلال حیات به سر میبریم. طی سال هاست که با روزنامه دوست داشته خود آواز تاجیک همه ساله نامنویس میگردیم. آخرهای سالهای 78 عصر گذشته این جانب همچون مشتری من به این روزنامه سر و کار دارم و پیوسته آن را مطالعه می نمایم. باعث خرسندی است که توسط این روزنامه پسندیده تمام موادهای درکاری که ضروری که بهر آموزگاران تاجیک جمهوری ازبکستان ضرور است با زبان مادری نشر می‌گردد و از نویگری و
دستورهای متدی عاید تعلیم و تربیت اهل آموزگاران با خبر می‌گردند. در حد سرحدشناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطن دار است او، تا وطن دارد بسیار است او. حالا در مملکتمان گشاده دیلی ملی، دوستی و رفاقت بین ملت‌ها به یک رکن سیاست دولت تبدیل یافته است. علل خصوص طی 2 سال اخیر در این ساحه کارهای به سامان رسیدند که نه تنها ازبکستانیان بلکه کل مردم آسیای مرکزی را شاد و مسرور کردند. در قطار 137 ملت و قومیت که ساکن این سرزمین شریفند، میلیون ها تاجیک زبانان نیز در راه گلگل شکوفی کشور سهم میگیرند. دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بعد برتری تو جوشن است. روزنامه ما، روزنامه آواز تاجیک، قریب 100 سال است که به بیداری سیاسی مردم خدمت میکند. برای صاحب معرفت گردیدن آنها، برای رواج یافتن زبان آنها، برای رشد عنعنه‌های ملی سهم خود را میگذارد در عائله یگانه‌ای که نامش ازبکستان است. از سالهای تأسیسش روزنامه آواز تاجیک یک رسالت خود را به ترویج و ترغیب ادبیات تاجیک و ادبیات ازبک سهم گذاشته است. در اطراف همین روزنامه بسیار ادیبان استعداد خود را صقل دادند. ما از این بسیار هم سپاسگزاریم که حکومت همیشه دستگیر روزنامه ما است. زبان یکی از والاترین ارزش‌های انسانی، یعنی واسطه است که تاریخ و فرهنگ ملت و خلقیت‌های گوناگون توسط آن به جهانیان معرفی می‌گردد. دیگر خیلی افاده نماییم هیچ ملت به زبان ملی وجود داشته نمیتواند. از این رو استاد صدرالدین عینی در یک از شماره‌های اولین روزنامه آواز تاجیک گفته بود که قومی که روزنامه ندارد زبان ندارد، یعنی ملت بی روزنامه آدمی بی زبان را میماند. ولایت ما و انیقترش در ناحیه ما که اهالی 100% تاجیک زبان هستند، منسوب به ملت تاجیک هستند، گزیته آواز تاجیک را با یک شوق و مراق بلند مطالعه میکنیم و این گزیته دوست داشته ما است. در سوخ با نام خدافروز محفل داریم، محفل ادبی داریم. همان در محفل ادبی سوخ زیاده از 20 نفر ایجادکاران اشتراک میکنیم. ماهی یک بار گرد هم میاییم، از برد و باخت نوشته های خود، ایجادهای نو خود آگاه میشویم، محاکمه میکنیم ایجادهای خود را و بسیار هم در اطراف مقاله و موادهای آواز تاجیک هم بسیار بحث و مناظره ها صورت میگیرد. آواز تاجیک این درد دل ملت تاجیک، درد دل انسان ترقی پروری جمعیت ازبکستان عزیز است. قطعی نظر از به کدام ملت منسوب بودن ما تاجیکیم یا ازبک یا نمایندگان دیگر ملت، ما باید گزیته خوانیم، ما باید زبان مادری ما را پاس داریم، ما باید زبان مادری ما را دوست داریم، ما باید علم را دوست داریم، ایجاد را دوست داریم. این گزیته است که در این گزیته علم، ایجاد، مقاله های پوبلیسیستی و علمی و بسیار شعرهای دقت جلب کننده فکر میکنم که بیشتر چاپ میشوند. بنابراین من اطمینان کامل دارم که خواننده های این مشتریان همین گزیته روز از روز زیاد میشود. 95 سال این جانب نشریه سرنوشت‌ساز تاجیکان آواز تاجیک چون یک چراغ فروزان و کاشانه هر یک صاحب زبان صاحب خرد روشنی عطا نموده، برای در روحی خودشناسی ملی تربیه نمودن چندین نسل همزبانان ما سهمی واسزا می‌گذارد. آواز تاجیک قریب 95 سال تلاش بر آن نمود که صاحبان این زبان ناب و شیوا از تمام حوادث و نوگانی‌های جامعه بشری و جمهوری واقف کردند و در همه لحظه پیوند جامعه باشند. در ولایت سردریا از روی معلوماتی آماری 75,000 نفر تاجیکان استقامت دارند.
در ولایت 6 تا مکتب تاجیکی که 2 تای این صرف به زبان تاجیکی است امروز عمل میکند. در همه جبهه های حیاتی ولایت تاجیکان، تاجیک زبانان مشغول سر و کارند. سالهای بود که ما از کمبودی های حیاتی جامعه به گازیت یگان چیز نوشته نمیتوانستیم. خوشبختانه طی 2 سال آخر این نقطه نظر دیگر گشت. ما حالا درد خلق را، ارمان خلق را، خواهش خلق را به گازیت به این روزنامه دوست داشتهمان بی‌ملال نوشته میتوانیم و از روزنامه برای بهبودی زندگی مردم کمک خواسته میتوانیم. هر آن چیزی که به صحیفه گازیت روزنامه چاپ می شود در وقتی خود حل و فصل شده ایستاده است و یگان درخواستی مردم به جواب نمانده ایستاده است. این البته بهبودی کار است، دلگرمی مردم را نسبت به گازیت بیشتر میکند. روزنامه هر لحظه به خوانندگانش تاکید می نماید که ای همزبان از اصل خود دور مشو، شیوه زیبای خود، زبانی پاک و به آرایش مادری را که هزارها سال باز در فضای کشورهای مختلفی عالم تنین انداز است احترام نما، وگرنه روح بزرگان سخن پرور تو را هرگز نمی بخشد. آواز تاجیک یکی از گزیته های عزیز معتبر مملکتمان همچنین در بین خلق است. من مطالعه این روزنامه را از در ایام بچگی از پدر شادروانم آموخته بودم. پدرم هر یک شماره این گزیته را میگرفت میخواند. من نیز با نفقه خور بدنم نگاه نکرده هر یک شماره این روزنامه را مطالعه میکنم. این گزیته همیشه مصلحتگر راهنمای ماست. در این روزنامه همه نظریه‌هایی که در جمهوری تاجیکستان و در جمهوری ازبکستان شده است با زبان مادری خودم با اهل عائله ما مطالعه میکنیم. در ناحیه بوستانلق من زندگی میکنم. در ناحیه بوستانلق مکتب تاجیکی بسیار. در این روزنامه دائما مقاله های جدا هم نقص درباره شاعران تاجیک، درباره دوستی بین خلق‌های ازبک و تاجیک، در آن چیزهایی که نظریه‌هایی که در جهان شده است همونجا با زبان مادری خودم من مطالعه کرده و این شناس می شود و با این با زبان مادری خودم من جهان افتخار میکنم و میخواستم که در آینده باز هم دوستی خلق تاجیک و ازبک ابدی شود، باز هم رواج رفتن گیرد. دائما همه خلق‌های ما یک برادر یک تن شده حیات گذراندن نصیب روزگار دارند. ای همزبان، اگر واقعا خویش را بشناسی و ذره خودشناسی خود آگاهی در نهادت فروزان باشد، پس خود را به کنار مگیر، همراز و هم نفس این روزنامه تاریخی باش. باید گفت که آواز تاجیک نخستین نشریه هست که زبان خویش را تاجیکی اعلان کرده بود و محض این نشریه با نفوذ و پیدایش و تشکل مطبوعات تاجیک اساس گذاشت. روزنامه اصالت زبان تاجیک را چون نعمت بی‌بها حفظ می نماید و برای انکشاف آن سهم می گذارد. همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر، در آخر به چنین خلاصه برمی آیم. به هر خاندانی که آواز تاجیک وارد می گردد این نشانه است از معنویات والایی داشتنی همین عائله و هر مشتری که امروز روزنامه آواز تاجیک را مطالعه می کند این از آن دلالت می دهد که او قدر سخن، قدر ملت، زبان را میداند، احترام میکند و البته روز از روز دانشش فزون میگردد. در این جاده روزنامه آواز تاجیکی 95 ساله تجربه زیادی دارد. خدا حافظ.